به نام خداوندی که مسموعها نشان از قدرتی اوست و مخلوقها بیان از حکمتی اوست و موجودها برهان از وجود اوست. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. سپاس و حمد بی‌پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. الله سبحانه و تعالی مخلوقات را آفرید تا اینکه او یک و یگانه اعتقاد کرده شود و یک و یگانه عبادت کرده شود و به او کسی یا چیزی را در این دنیا شریک آورده نشود. الله تعالی در سوره ذاریات گفت: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جنها و انسانها را نآفریدم مگر برای آن آفریدم تا اینکه مرا یگانه شمارند، یگانه اعتقاد کنند، یگانه عبادت کنند و برای من کسی و چیزی را شریک نآورند. سبب آفریده شدن جنها و انسانها را در آن بیان کرد که الله تعالی را یگانه شمارند و الله تعالی کسی و چیزی را شریک نآورند. و همین گونه سبب خلق آسمانها و زمینها و سبب فرستانیدن پیغمبرها و سبب جنت و دوزخ آفریده شدن را هم در آن بیان کرد که مخلوقها الله تعالی را شناسند. پروردگار عالم گفت که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهم. الله تعالی ذات است که 7 قبل آسمان را آفرید و من الارض مثلهم، از زمین هم مثل آسمان آفرید، یعنی 7 قبل. یتنزل الامر بینهم، امر فرمان پروردگار بین آسمان ها نازل می شود، سخن خدا نازل می شود، همراه فرشته ها و پیغمبرها می رسند، یا امر فرمان خدا نازل می شود. لتعلموا، الله تعالی اینقدر آسمان های عظیم، زمین بزرگ، مخلوقاتی که در زمین و در آسمان و بین اینها از اینها را آفرید. لتعلموا، گفت که برای آن آفریدم که لتعلموا، تا اینکه شما دانید که ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی بر همه کار قادر است. و ان الله قد احاط بكل شیء علما، تا اینکه شما دانید که الله تعالی تمام چیز را با علمش احاطه کرده است، چون هر چیز مخلوق پروردگار است. الله تعالی آفریده است، الله تعالی علم کامل در حق آن مخلوق دارد، تا اینکه شما قدرت خدا و علم خدا دانید. گفته من این قدر مخلوقات را آفریدم. بنابراین این مخلوقهای عظیم بیهوده آفریده نشده است. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، پروردگارا در سوره آل عمران تو این مخلوقها را بیهوده نآفریدی. سبحانك، تو از بیهودگی پاک هستی. الله تعالی بیهوده به کار اجرا نمی‌کند. هر عملی که خدا کرده است، هر کاری که خدا کرده است، هر مخلوقی که خدا آفریده است بیهوده نیست. پاک از خداوند از بیهودگی و از بیهوده آفریدن. بنابراین این آیت ها دلالت بر آن می‌کند که بزرگترین چیز و بزرگترین واجب برای بنده ها این شناختن پروردگار است. چون پروردگار عالم این کارها را کرد تا اینکه شما دانید که پروردگار شما به همه کار قادر است، قدرت خدا را دارید. و همین گونه پروردگار عالم شناختن خود و معرفت پروردگار، خدا شناسی و یگانه شناسی پروردگار را اصل دین و اساس دین
خوانده است. در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گفتند که پیغمبر علیه السلام گفتند بنی الاسلام علی خمس، اسلام و 5 بنا عمارت شد. بنا شد شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اولین این بنا، اولین این اساس و اصل شریعت این شهادت دادن به یگانگی الله تعالی که غیر الله تعالی دیگر معبود بر حق نیست، دیگر خدای بر حق نیست و ان محمد رسول الله و محمد رسول خدا است. این اصل شریعت است. الله تعالی 124,000 پیغمبر، 315 رسول فرستاد. مهمت و وظیفه بزرگترین همه آنها این بود که برای مردم تعلیم دهند که در این عالم غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر خدای حقیقی نیست. واقعا هستند خداهایی که غیر الله تعالی امروز عبادت میشوند. از زمان نوح تا زمان ما تا روز قیامت خداهایی هست که مردم برای خود خدا گرفتند و عبادت میکنند، لیکن اونها خداهای باطل هستند. خدای حقیقی که از دست او تمام کارها میآید و او به همه کار قادر است و تمام مخلوقات و موجودات را خودش آفریده است، آن سزاوار عبادت است. شهادت میدهم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. باید همه پیغمبرها برای قوم خود همین وظیفه بود که رسانند و تعلیم دهند. حضرت نوح علیه السلام 950 سال برای مردم فقط یک کلمه تعلیم میدادند: لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. لا اله نیست خدایه، یعنی خدای بر حق نیست الا الله، غیر الله تعالی یگانه خدای حقیقی الله تعالی است. 950 سال مردم را دعوت به این کلمه کرد. همین گونه دیگر پیغمبرها الله تعالی گفت که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در حقیقت ما برای هر یک امت پیغمبر فرستادیم، آنها میگفتند که برای مردم ان اعبدوا الله تعالی را عبادت کنید، واجتنبوا الطاغوت، از آن طاغوت‌ها پرهیز کنید. طاغوت هر چیزی که غیر الله تعالی عبادت میشود، مردم اون را برای خود خدا گرفتند. خواه درخت است، خواه غار است، خواه سنگ است، خواه قبر است، خواه مزار هست، هر چیزی که مردم اعتقاد میکنند و او را بزرگ میشمارند و او را تعظیم میکنند، اون کارهایی که باید نسبت الله تعالی میشد نسبت اون مخلوق میکنند به خدا گرفتند. و انسان‌های هم عبادت میکردند. حیوان‌ها و امروز در بعضی کشورها در هندوستان تقریبا 3000 خدا هست، مردم عبادت میکنند. همه پیغمبرها وظیفه‌دار بودند که برای مردم تعلیم دهند که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. بنابراین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه دعوتشان فقط یک بود: فقط الله تعالی را عبادت کنید. این بت‌ها شما را میشوند، نه برای شما فایده میرساند، نه ضرر میرساند، نه ضرری به سرتان آمده را دور کرده میتواند. اینها خاک هستند، لای هستند، گنگ هستند، کم هستند. اینها شما ساختید، شما نامگذاری کردید، با دست شما میساختند، نام نمونه با عبادت میکرد. پیغمبر خدا 13 سال در مکه مکرمه فقط دعوتشون به یگانگی الله تعالی بود. نماز که ستون اسلام است، رکن دویمین اسلام است، بعد 12 سال فرض شد. 12 سال مردم به نماز فرض نشده بود، برای اینکه اگر نماز خوانند از غیر الله تعالی عبادت بکنند، غیر الله تعالی از غیر الله تعالی یا بپرسند وارد آنها با بازگشت آنها به چی دوزخ است. اما بسیار پولیس بیزوی در مسجدها از مرده‌های برای می‌پرسند، پیر یا پیرها مددگار شود، پیر استادها تربیت کنند. نماز خواندن اینها فایده ندارد. بنابراین موضوعی که برای شما اختیار کردیم این است: شب و روز نماز گزارید، روزه دارید، حج کنید، خیر کنید،
نماز گپ زنیم، چه فایده درباره روزه گپ زنیم، ولی شما شریک با خدا می‌آورده باشید. مقصد بنده‌های خدا، مقصد پیامبرها و مقصد علما و مقصد طالب علم‌ها از دوزخ نجات دادن مردم است. چیکار کنم که مردم در آتش دوزخ نسوزند؟ پیامبر علیه السلام همسایه‌اش یهودی بیمار شد، فرزندی نابالغ بود یا در روایت بالغ بود، جوان بود. پیامبر علیه السلام به زیارت عیادت درآمد. یهودی بود. وقتی که در آمدن دیدم که در سکرات الموت بود. گفتم که یا غلام قل لا اله الا الله. ای بچه لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست و ان محمد رسول الله، محمد رسول خدا است. پدرش ایستاد است. کودک به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نظر کرد و به پدرش نظر کرد. پدرش گفت که اطع ابوالقاسم، پدر قاسم را اطاعت کن. پیامبر علیه السلام باوری نداشت. نور پیامبر را نگفت پدر قاسم را اطاعت کن، گفت آن چیزی که پدر قاسم میگفت اجرا کن. گفت ثانی پدر لا اله الا الله محمد رسول الله افتفاعت. پیامبر علیه السلام آمده چی گفتم؟ الحمد لله الذي انقذه من النار. حمد لله الله تعالی که همین کودک از آتش دوزخ نجات داد. این بس عظیمه. وظیفه پیامبرها و وظیفه پیروان پیامبر مردم را از آتش دوزخ نجات دادن. درباره احکام نماز، درباره مسائل نماز که ستون اسلام است، سبکی کرده نمیشد به نماز. اگر صحبت بکنیم ولی مردم نماز خوانند و شریک به پروردگار بیانند، چه فایده از آن نمازشون؟ بنابراین عمل قبول نمیشود تا مادامی که بنده مومن باشد. الله تعالی به پیغمبر خدا گفت که لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. پیغمبر اگر به الله تعالی کسی یک چیز را شریک بیاری، لیحبطن عملک، عملی که میکنی بهوده میشه. عملهایی که صلوهای دراز، تراویحهایی که خواندید، شبهایی که نماز گذاشتید، خیر و سخاوتی که کردید، لیحبطن عملک، عملها بهوده میشه. پیغمبر عملشان بزرگترین عمل است. در دنیا از روز آفرینش دنیا تا روز قیامت یگان انسان مثل پیغمبر عمل زیاد نکرده است. همین صحبتی که شما میشنوید اینم ثمره خدمت 23 ساله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، از صدر مبارک بودن دعوت پیغمبر، از صدر مخلص خالصا لله عمل نمودن پیغمبر خدا. پروردگار عالم در دین مردم تأثیر عظیم دارد نسبت سخنهایشان. بنابراین در این عالم یگان انسانی نیست که تأثیر کلام به عالم رسانیده باشد مثل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. خلاص این دعوت کردن به یگانگی الله تعالی و الله تعالی را یگانه اعتقاد کردن و شناختن مهمترین وظیفه های فرزندان آدم است و اولین فرض است. اولین فرض، اولین واجب بر ذمه بندگان این شناختن پروردگار است. اینکه لا اله الا الله، نیست خدای برحق مگر الله تعالی، یگانه خدای برحق الله تعالی بگوید. پیامبر علیه السلام نیز اهمیت عظیم به این مسئله می‌دارد. وقتی که معاذ بن جبل را به سوی یمن فرستادند، گفتند که اینک تأتی قوم من اهل الکتاب، تو به نزد قوم روانه شده ایستاده که آنها اهل کتاب هستند. آنها تورات و انجیل برای آنها نازل شدگی است، اهل علم هستند. فلیکن اول ما تدعوهم الیه توحید الله، اولین چیزی که آنها را دعوت میکنیم یگانگی الله تعالی باشد. در لفظ دیگر فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا الله تعالی، اولین چیزی که آنها را دعوت میکنیم آن باشد که الله تعالی را یگانه شمارد. در دیگر لفظ آمده است که فلیکن اول ما تدعوهم الی شهادة
شهادت دادن و اینکه غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست و من پیغمبر خدا هستم. برای همین دعوت کنم. اگر آنها در این مسئله تو را فرمانبرداری کنند، ثانی برای آنها تعلیم ده که الله تعالی در عرش 50 نماز فرض کرده. اگر قبول کنند، ثانی تعلیم ده که الله تعالی زکات فرض کرده. ترتیب دارد. بعضی بچه‌ها و یک آدمی که نه خدا را میشناسد نه نماز میخواند به ریش ماندن و ترک سیگار و همه چیزها دعوت می‌کنند. این نادرست اسلوب دعوت خطا است. چون که اگر کدام وقت یک جوان برای من گفت که من یک انسان همین خیلی نصیحت کردم که سیگارت پرتاب کنم. خب گفتم نماز میخوانم؟ نماز نمیخوانم. از نماز بالاتر یک نام شماریدن پروردگار. ولی گفتم اگر سیگارت هفتگی باشم بازگشت به آتش دوزخ است. فایده نرسد از این. اینو به مهمترین چیز را اول برای مردم تعلیم دادم. اولی آن چیزی که تو تعلیم میدهی به اهلیه من این نماز این توحید خدا باشد. الله تعالی را یادآور شما. برای آنکه آنهایی که الله تعالی را نمیشناسند، دوست نمیدارند، اگر درباره دیگر گناه‌ها ترک گناه امر معروف کنید، نهی منکر کنید، او خدا را نمیشناسند. نه قهر خدا را باخبر باشد، نه غضب خدا را باخبر باشد، نه از محبت خدا آگاه باشد، خدا را دوست ندارد، چگونه از عمل دور شده میتواند. نمیتواند فایده رسانیده برای مردم. بنابراین تعلیم دادن یگانگی پروردگار عالم این اصل دین و اساس دین است. عملها بدون یگانگی خدا قبول نمیشد. کدام آدمی که شریک می‌آورده باشد و پروردگار عملهاش عدد است. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالی میگه که ما عمل آنهایی که به الله تعالی شریک می‌گیرند مانند خاکی که کوفته شده است و میده کرده شده است و در هوای شمال پراکنده کرده شده است، مانند هوا خالی کرده. یعنی یک کشتی جمع کرده درست کرده نمیشه. تا همین درجه شرک آنها بیهوده میکنند. بنابراین عمل صالح، نماز و روزه، دیگر کارهای خیر بدون یگانه پرستی به درگاه پروردگار قبول نمیشه. بنابراین جابر رضی الله عنه گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به باغ معبد درآمد. زن پیرزن گفتند یا معبد من غرس هذا النخل. گفتند ای مادر معبد این درختای خرماها را کی شناخت؟ مسلمون ام کافرون؟ مسلمان شناخت یا کافر شناخت؟ قالت بل مسلمون یا رسول الله. بلکه مسلمان شناخت یا رسول الله. صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ما من مسلم یدرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او دابة او طیر الا کان له به صدقة یوم القیامة. کدام مسلمانی که خواه درخت شناخت، خواه زراعت بکند، ثانی از یک انسان بخورد یا حیوان بخورد یا پرنده بخورد، مگر روز قیامت برای او صدقه نوشته میشد. و شرطی که مسلمان باشد. ببینید یک درخت شناختن هم فضیلت ندارد اگر شما به الله تعالی ایمان داشته باشید. الله تعالی را نشناسید، به الله تعالی ایمان نآورده باشید، به الله تعالی شریک می‌آورده باشید، اون عملها فایده نمیده. یگان عمل فایده نمیده. بنابراین معرفت پروردگار و محبت پروردگار اصل شریعت و اصل دین و مهمترین چیز است. و اگر هر شما روز در حق الله تعالی صحبت کرده شود، نسبت الله تعالی این سخنها کم است. پروردگار عالم یگانه است و شریک ندارد و یگانه انتخاب کردن پروردگار خیلی فضل عظیم دارد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر علیه السلام گفتند کدام شخصی که سحری لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر 100 مرتبه اگر بگوید
غلام آزاد کردگی حساب می‌یابد. غلام آزاد کردن یعنی عملی هر کی نبود. در بعضی کتاب‌ها آمده است که غلام تقریباً $20,000 یعنی غلام عادی همین قدر قیمت داشت. با غلام‌ها اگر کسب و هنر داشته باشد، علم و معرفت داشته باشد، قیمتی رو بلندتر است. غلامی که عیب دارد، دزد هست، خبرکش هست، اینها نرخش ارزان است. حسابی می‌یابد 20,000 است. کسی که اگر سخت مراتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر 10 غلام را آزاد کردگی را ثوابش داده و 100 ثواب بر نامه او نوشته میشد. 100 گناه از نامه اعمال او محو کرده میشد، است و نابود کرده میشود و تا بیگاهی از ضرر شیطان محفوظ میماند و همین گونه از سحر و جادو تا بیگاهی محفوظ میماند. 6 دقیقه وقت میگیره. و بیگاهی هم اگر بعد نماز عصر یا بعد نماز شام بگوید تا نماز بامداد همین فضیلت در حق او ثابت است. روایت بخاری و مسلم. بنابراین یگان عبادت در تواضع مثل لا اله الا الله وزن ندارد. حضرت موسی علیه السلام که یا رب علمنی شیئا ادعوک به، پروردگارا برای یگان کلمه تعلیم بده که تو را دعا کنم، عبادت بکنم با آن کلمه. الله تعالی که یا موسی قل لا اله الا الله، ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی گفتن پروردگارا کل عباد یقولون هذا، تمام بنده ها اینو میگویند با یکم بلا عالم و بی‌سواد پیر و جوان مرد و زن همه میدانند من پیغمبر خدا باشم، کلیم الله باشم، یک دعای را برای من تعلیم ده که خاص من باشد. الله تعالی که موسی لو ان السماوات السبع و عامرهن غیری، تمام آنهایی که در آسمان هستند و آسمان را آباد میکنند غیر من و تمام 7 طبقه زمین و آنهایی که در زمین هستند همه اینا در یک پهلوی ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله فی کفة، اگر لا اله الا الله در دیگر ترازو گذاشته شود مانت بهن لرجحت بهن لا اله الا الله، لا اله الا الله وزنی میکند اینها. در دیگر حدیث آمده است که اگر لا اله الا الله بر بالای زمین و آسمان افتاد، زمین و آسمان را ویران میکند. غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. بنابراین وقتی که شریک آورده شود خدا میگوید که قریب که زمین و آسمان و کوه‌ها پاره پاره شود از ترس پروردگار که نسبت پروردگار سخن گناه و عظیم گفته شد. بنابراین یگانه اعتقاد کردن پروردگار اصل تمام شریعت ها و بزرگترین و فطرت است که باید بنده‌ها طبیعی یگانگی پروردگار را در این دنیا باید شناسند. معنای این کلمه، روح کلمه، اصل کلمه این است که در این دنیا غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست. الله تعالی خودش تمام مخلوقات و موجودات را آفرید، شریک ندارد، هم مثل و هم مانند ندارد. الله تعالی یگانه است. باید یگانه الله تعالی را عبادت کنید. فقط به نام الله تعالی قسم یاد بکنید. معنای لا اله الا الله این است که فقط به نام الله تعالی قسم بخورید. نامی که نیست معبودی بر حق غیر خدا، می‌بیند، می‌شنود، قدرت دارد برای جزا دادن و عذاب دادن، دیگه که قدرت دارد و ما قسم می‌خورید نام هیچ قدرت ندارد. بنابراین به یک ذات قسم بخورید که شنود، داند، صاحب سخن باشد که نام گنگ است، راه گنگ است، قبر گنگ است، اینها نمیتونند. بنابراین قسم فقط به نام الله تعالی باشد. بزرگ شماریدن نیست، فقط الله تعالی باشد. بنابراین سجده‌ای که ما میکنیم و غیر الله تعالی نیست. سری فرود و سری رکوع فقط در پیشگاه پروردگار است. در نزد
نادرست است. سری تعظیم مثل رکوع یا نصف رکوع نادرست است. نصف رکوع نادرست است. این فقط به الله تعالی عزت است. واقعا خاریگری در پیشگاه پروردگار عزت است. خار بودن در پیشگاه پروردگار، زار بودن در پیشگاه پروردگار، بنده بودن خود را اثبات کردن، این عزت است. اما در پیشگاه مخلوق واقعا ذلت است، خوریگری است. خب یک انسانی که صاحب علم و معرفت در تکنولوژی بالا رفته، روزهای یکشنبه ببینید در نزد یک بت‌هایی که عظیم جثه هست آماده سری تعظیم می‌کنند. سری آنها یک چیزهای اختراع کرد که عالم از آن استفاده برده ایستاده است. لیکن عقلی که آنها دارند تعجب می‌کنید. از یک جهت تعجب می‌کنید که چیزهای نفس برآورده ما استفاده می‌کنیم. از یک جهت می‌بینید که هم باید درخت عبادت میکنم، در پیشگاه سری تعظیم میبرم، سری رکوع میبرم. این از خاریگری. بنابراین بنده باید فقط پیشگاه پروردگار سوگند یاد کند، سری تعظیم بیاورد و نظر هم باید فقط به الله تعالی میشه. به مزارها اگر الله تعالی فرزند دهد به مزار قربانی میکنم، نظر کردن این کفر است، از ملت اسلام خارج میشه. قربانی کردن در راهها برای مثلا صدقه نشدن، قربانی کردن برای آب آمدن که جنها پیش اون رو بگیرد، قربانی کردن در عمارت ساختن در ابتداش که جنها برای عمارت ما و برای ساکنان عمارت ضرر نکند. اینها همه شرک به خدا است. الله تعالی باید یگانه عبادت کرده شد. این چنین غیر نام الله تعالی و دیگر نامها قربانی کرده نمیشد. فقط بسم الله الله اکبر قربانی کرده میشه. اینها همه دعوت به آن میکنند که معنای کلمه را خوب بدانید. لا اله الا الله مفتاح جنت است، کلید جنت است. لیکن در صحیح بخاری آمده است که وهب بن منبه گفتند که هر یک کلید دندانها دارد. این کلید بیارید اگر دندان نداشته باشد و نشان بدهیم که چی است، هم میدونیم که کلید است. ولی که دندان ندارد کشوده نمیشود، دندانهاش عمل کردن است. بنابراین کدام انسانی که الله تعالی را یگانه پرستش کند از گناهها هم الله تعالی او را نگاه می‌دارد. یوسف علیه السلام وقتی که زلیخا به نزدشان آمده به عمل زشت دعوت کرد، الله تعالی گفت که کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما از یوسف بدی و فاحشگی را دور کردیم. انه من عبادنا المخلصین، یوسف از جمله بنده‌هایی که خالص الله تعالی را عبادت می‌کرد و الله تعالی چیزی را شریک نمی‌آورد، یگانه الله تعالی را عبادت می‌کرد. بنابراین ما اینو از زنا نگاه داشتیم. بنابراین ابن القیم کدام انسانی که توحید و قوت داشته باشد، خداپرستی و یگانه پرستی و عظیم باشد، او از گناه دور هست. کدام انسانی که به فاحشه نزدیک باشد، در توحید و در خداپرستی و نقص است، کمبودی هست. بنابراین مهمترین چیز این الله تعالی را یگانه شماریدن و یگانه شناختن است. حتی پروردگار عالم کلمه طیبه گفته است و در درخت نیک پروردگار مثال آوری کرده است. الله تعالی میگوید که مثلا ضرب الله کلمة مثلا الله تعالی ضرب المثل ضرب کلمة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کلمه طیبه یعنی لا اله الا الله، مثال او خدا میگوید مانند درختی است، اصلها ثابت، اصلش در زمین، ریشه‌هاش در زمین استوار است، و فرعها فی السماء، شاخه‌هایش در آسمان است. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، همیشه بهار است، همیشه میوه میدهد کلمه توحید. برای که اصل ریشه که با قوت از در زمین استوار است، شاخه‌هاش هم تا آسمان رفتگی است، همیشه زمستان و بهار میوه میدهد. یعنی لا اله الا الله اگر استوار باشد، بنده که لا اله الا الله با زبان و با دل گفته است میوه میدهد. این اصل یعنی که عملهای صالح از آن صادر میشود. و مثل کلمه خبیثه، مثل کلمه بر کفر،
كشجرة خبيثة ومن درخت خبيث درخت پلید است که اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار او ریشه ندارد در روی زمین ایستادگی است قرار هم ندارد ما لها من قرار او قرار ندارد و میوه هم ندارد اگر رفت و میوه داشته باشد میوه بدمزه دارد گفته پروردگار کلمه کفر ضرب المثل است بنابراین کدام انسانی که الله تعالی را یگانه شمارد پروردگار وعده داده است که برای او امنیت هست الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن آنهایی که الله تعالی را یگانه شماریدند و ایمان خود را با شرک آمیخته نکردند برای اینها از جانب پروردگار امنیت است و خوشبختی بنده بنابر یگانه پرستی او است. اگر الله تعالی چیزی را و کسی را شریک نمی‌یابد سزاوارترین بنده به خوشبختی این است. الله تعالی میگوید من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبه. کدام انسانی که مرد است زن است عمل صالح کند به شرطی که به الله تعالی ایمان داشته باشد الله تعالی میگوید که فلنحیینه حیاة طیبه ما برای او حیات پاکیزگی حیات خوشبختی میدهیم و این یگانه پرستی یگانه عاملی که تمام مردم غرب و شرق عرب و عجم را جمع میکند یک جایه میکند خدا میگوید که این هذه امتکم امت واحده این تمام مخلوقات همه یک هستند اصلا همه ما کلکم من آدم و آدم من تراب همه شما فرزندان آدم هستید و آدم از خاک هستند همه شما اصلا یک هستید و پروردگار شما یگانه الله تعالی است او را یگانه شما همه بندگان را باید غرب و شرق و عرب و عجم را یگانه پرستی یک جایه بکنند همه یک کس را باید عبادت کنند غیر الله تعالی دیگر کسی را عبادت نکنند یگان کلمه نیست که دهان با آن خوشبوی شود یگان کلمه نیست که لبه ها حرکت کند بزرگتر از کلمه لا اله الا الله پیامبر علیه السلام خیر ما قلت انا والنبیون خیر الدعاء دعاء یوم عرفه بهترین دعای روز عرفه است در داخل 354 روز بهترین روز عرفه است و بهترین عبادت دعا است در روز و بهترین دعایی که من و پیغمبرهای ما تقدم گفتن همان است لا اله الا الله غیر الله تعالی دیگر معبود برحق نیست وحده الله تعالی یگانه است تاکید لا شریک ندارد له الملک از آن خدا است و له الحمد برای حمد و ستایش پروردگار سزاوار است و هو علی کل شیء قدیر الله تعالی به همه کار قادر و توانا است بنابراین لا اله الا الله کلمه‌ای که خونی صاحب گوینده محفوظ است در یکی از غزوه‌ها اسامه بن زید رضی الله عنه یک شخصیت مشرک را وقتی که دیدند که مسلمان‌ها را به قتل رسانیده ایستاده است به طرف او هجوم کردند و وقتی که شمشیر خود را برداشته او را زده شدند لا اله الا الله گفت وقتی که شمشیر به نزدش نزدیک شد لا اله الا الله حضرت اسامه این واقعه را به پیغمبر علیه السلام نقل کرد سامی پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتم چیکار کردی برای گفت یا رسول زدم کشتم پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله بعد اینکه لا اله الا الله گفت به قتل رسانیدی گفت یا رسول الله از ترس شمشیر لا اله الا الله گفتن هلا شققت صدره دلش را فهمیده دیدی که آیا از ترس شمشیر گفت ماذا تقول بلا اله الا الله روز قیامت لا اله الا الله دعوا کنون به نزد آیت چی میگویید لا اله الا الله کلمه‌ای که زمین و زمان میلرزد از انسان چی میگویید حضرت ما اسامه میگفتند کاش که من بعد همین واقعه اسلام قبول میکردم
بنهایت پشیمان بودن. هر موقعی که پیغمبر خدا میدیدن میگفتن که ماذا تقول بلا اله الا الله؟ بلا چی میگویی روز قیامت؟ پیغمبر علیه السلام روز قیامت در پیشگاه پروردگار سری تعظیم میآورند، سری سجده میآورند، شفاعت میکنند در حق آنهایی که در این دنیا لا اله الا الله گفته است. بنابراین حضرت ابو هریره گفتند که یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه. یا رسول الله سعادتمندترین شخصها، خوشبختترین شخصها به شفاعت شما، کیها سزاوار شفاعت شما میشود؟ پیشگاه پروردگار شفاعت بکنید که پروردگار به امتی من ببخش، شفاعت بکنید کی سزاوار شفاعت شما هست؟ سوال حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم لقد ظننت يا ابا هريره الا تسالني عن هذا الحديث احد اول منك. در حقیقت گمان میکردم که یگان کسی این مسئله را از تو پیش نمیپرسد ای ابو هریره، لما رأیت من حرصك على الحديث، چون که من ببینم که بسیار به تعلیم علم حدیث هستی. گفته سما فرستادم بر ابو هریره به سؤالی یکی را بکشید. ثانی گفتن که اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه، سزاوارترین انسان ها به شفاعت من روز قیامت، آنهایی که من پیشگاه پروردگار سخن میکنم که پروردگار این بنده مغفرت کن، این امت مغفرت کن، این از آتش دوزخ وارد گناهاش عفو کن، وارد جنت کن. من همون انسان های سخن میکنم که من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، آنهایی که لا اله الا الله گفتن از صدق دل معنایش فهمیدن و صدق دل با صدق زبان گفتن که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. اینها هستند. بعضی نمازخوانهای ما از جاشون خیزن یا حیات النبی یا پیرم خیزن، این کفر است. یا الله فقط، دیگر ما خدا نداریم غیر الله، نه پیغمبر نه فرشته، دیگر از یگان کسی یاری پرسیده نمیشد غیر الله تعالی، یا الله فقط. بنابراین وقتی که پیغمبر سجده میکنند و از پروردگار میپرسند که پروردگار اون بنده هایی که لا اله الا الله گفتند آنها را از آتش دوزخ برآور. الله تعالی ندا می‌کند به پیامبر خدا که پیامبر سری خود را بردار. پرس داده میشود قسم به عزتم و قسم به کبریایم و قسم به بزرگیم لأخرجن منها من قال لا اله، البته از دوزخ میبرم آن آدمی که لا اله الا الله گفته است. در دیگر روایت آمده است که کدام انسانی که لا اله الا الله گفته باشد یا قدر گندم اگر ایمان داشته باشد به الله تعالی در آتش دوزخ ببینه میماند، یا کدام انسانی که مثل جو اگر ایمان به الله تعالی داشته باشد یا مثل ذره وزن یورچه اگر به الله تعالی ایمان داشته باشد در آتش دوزخ ابدی نمیماند. شخصی که لا اله الا الله گفته است غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست گفته است. ثانی به یگان فالبین و جادوگر و به یگان کفر و شرک کینه‌چی و فالبین و چراغ و این بی‌بی‌سی شموی مخلوقات و یک نمود کارهای باطلی که اعتقاد نکرده است، فقط به الله تعالی اعتقاد کرده است. این روز من میدونم بعضی نمازخوانهای ما حاجیهای ما نزد فالبین رفتن، مجبور شدن فقط در پیشگاه پروردگار از سری تعظیم. خدا رحمت کند ابن قیم گفتند که یگان مصیبت و بلا مثل توحید خدا، مثل یگانگی خدا که اتصاف نشده است. یگان انسان وقتی که به سرش مصیبت آید مثل یگان شماریدن الله تعالی و این عملی است که او را نجات یابد. یونس علیه السلام وقتی که کیت به شکمش فرو برد در ته اقیانوس در شکم ماهی در نصف شب لا اله الا انت، غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست، غیر تو دیگر خدایی بر حق نیست. واقعا چه میشنود؟ نه پدرتان شنود نه مادرتان شنود در آن لا اله الا انت، خواب نرود، غنم فرا نگیرد، پروردگار واقعا همیشه رویای شنوای بینا باشد. کی دیگر غیر الله تعالی شما رو نجات می‌دهد؟ غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست.
بنابراین ابن عباس گفتن که پیغمبر علیه السلام اگر به سرشون مصیبت، مشقت، غم بیاید میگفتن که لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض، لا اله الا الله رب العرش العظیم. نیست معبودی بر حق غیر الله تعالی، عظیم است، حلیم است، ملایم است، مهربان است، عظیم است، صاحب قدرت است. نیست معبودی بر حق غیر الله تعالی، سازنده آسمان ها و زمین ها و سازنده عرش است. گفته در حالتی که پیغمبر ما هم همین دعا را میکردن. یونس علیه السلام خدا که فنجینا و کذلک ننجی المؤمنین، ما یونس را به همین کلمه گپی زیاد نگفتم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست، پاک هستی از عیب، نقصان، کمبودی، شریک، پاک هستی. اینی کنت من الظالمین، من از روی ظالم ها شدم. دیگه کلیدو نگفتم غیر خدا گفت ما نجات دادیم. نام اگر دعا ببینیم قید و کذلک ننجی المؤمنین، همین گونه مؤمن ها را نیز ما نجات میدهیم. خلاص فضیلت لا اله الا الله، فضیلت یگانه پرستی پروردگار عظیمترین عظیم ها است. ده ها صحبت ها اگر کنیم واقعا حق لا اله الا الله تمام کرده نمیتوانیم. لا اله ساز و برگی امتان، سبب پیشرفتی هر یک ملت، هر یک امت لا اله هست. حضرت اقبال لا اله ساز و برگی امتان، هم لا گفتن هم اله گفتن. لا اله این زمان شوروی بود، لا اله نیست خدا، دامش بجه گفتن کردم من در مقاماتش نگاه، لا صلاتین لا کنیسه لا اله، لا اله میگفتن نیست خدا میگفتن. آقای روز یه روز میبیاد که تن نیست نابود میشه حضرت اقبال. بنابراین لا اله کفایتی نیست، الا الله لازم است. لا اله ساز و برگی امتان، سبب سبزش امت، سبب پیشروی امت. گفتنی هم لا هم اله است، نفی به اثبات مرگی امتان. کلام امتی که نفی کند و اثبات بکند، لا اله شنگد و الا الله شنگد، این سبب مرگش میشود. بنابراین هر دو این کلمه لا اله الا الله نیست خدای غیر الله تعالی هست، یک الله تعالی هست. دومین و این کلمه و کدام انسانی که اگر آخرین کلمش لا اله الا الله باشد پیغمبر خدا وارد جنت میشود. اگر لا اله الا الله بگو وفات کند وارد جنت میشود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوذر فرمود یا رسول الله و این سرقه و این زنا زن از این پیشتر دزدی کرده باشد یا زنا کرده باشد چه یا رسول الله؟ پیش از وفاتش لا اله الا الله گفت، لیکن از این پیشتر زنای دزدی کرده باشد چه یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود و این زنا و این سرقه، اگر دزدی کرده باشد زنا کرده باشد به جنت میرود. یا رسول الله اگر دزدی کرده باشد و زنا کرده باشد چه دنیا مراتب ثواب اما سلام بگید و این زنا و این سرقه، اگر دزدی کردم زنا کردم جنت میرود. حضرت ابوذر سیمی مراتب ثواب و این زنا و این سرقه دزدی کردم زنا کردم به جنت میرود. یا رسول الله و این زنا و این سرقه علی رغم انفسها، ابوذر بینیش به خواب آدم به جنت میرود. لیکن نماز خوانید، حج کنید، روزه دارید و خدا شریک دارید، شما بازگشتتان به آتش دوزخ است. ابدون آباد میسوزید. بنابراین موضوع مهم است. بنابراین حضرت ابوذر هر وقت که همین حدیث میگفتن کسی که آخرین کلامش در این دنیا لا اله الا الله باشد، اگرچه پیش از این دیگر گناهها کرده باشد هم دین میشه ابوذر و خواب آدم بل به جنت در میدارد. حدیث روایت بخاری و مسلم است. الله تعالی پرسان هستیم که آخرین سخن هر یکی ما و شما لا اله الا الله باشد و برای آخرین
آخرین سخن لا اله الا الله شدنش انسان باید زبان خود را همیشه آمادگی، همیشه در تمام حالتها زبانی رو به لا اله الا الله آمیخته باشد و به مضمون لا اله الا الله عمل میکنند. الله تعالی هر یک ما شما را عفو و مغفرت گناههای ما را پروردگار محو گرداند و بازگشت ما شما را به جنتی جاودانی گرداند و لا اله الا الله گوینده حقیقی باشیم و پروردگار عالم آخرین کلام را برای ما میسر بگرداند که لا اله الا الله باشد و روز قیامت همراهی امام لا اله الا الله گویها، پیغمبرها و علماها هم نفس و هم نشست باشیم. و صلی الله وسلم